از همه نقصر وزارت معارف نقص کار میکنه، برای که من خودم صاحب کار میکنم اینستیتوت ها با من دانشکده ها و مؤسسه تو مکتبی به نظر به سالهای گذشته دیده نهایت نقص کار مونده شده. مینوس نول همش در ایران وضعیت ما ایران پیشروی نیست. اینا تمام چشم دیدنش ممکن است، نه فقط عقل. تندرستی، معارف، وزارت‌های حقوق و من در مجموع همش اگر من بها دهنده باشم مینوس نول بها میگذارم، چون ما این صورت با چشم خود نمی‌بینیم. شاید ما میتونیم تعریف کنیم، لیکن تعریف بس شاید بس بودگی است، از تعریف منفعت نیست. من شخصا خودم در سیستم آموزگاری کار میکنم، آموزگونده. اکنون حاضره چگویم با مرور زمان ترقی یافته شدن که وزارت ما هم از یک وزارت‌های هستند که من به نزدیکی خیر وزیرمان باز دیگر شدن، دیگرگونی البته پیشروی هست. حکومت نیست در تاجیکستان ما، حکومت داری نیست. شخصا من فقط جبر ظلم درباره خلق روی زندگیش نمیوه. میخواه یک کار پیشنهاد کنه راهبر همه آدمایی که شخصی که زبردستن صاحب مال ملکن با همه درباره خلقشون میپرتن. من زندگی گم شده در تاجیکستان، نه به قدر کادر میرسن، نه به قدر کارگرم سوها میرسن. وقتی من یگون وزارت نه فعالیت دارن نه عینی حال. در اونجا باید متخصصا باشن. هم در وقتش لنین گفته بود روبر متخصص چی خیلی که آبروی در کلکتیو نداشته باشد، دانستنی اختصاصش دانستنی همون کار با یگان آبرو چی نمیبرد. حتما باید آدم وظیفه که شغل میکنه باید بدونه، ندونه این خیچ هم گرنگ میکنه آدم های دیگر هم گرنگ میکنه. کارشون بهای خوب از سحر میروند تا بگاه کارشون به درجهش رفته است. این حال در وزارت هایی که در جمهوری ما فعالیت دارن به نظر میرسه که وزارت معارف جمهوری تاجیکستان فعالیت خوبتر و بهتر نسبت به دیگر وزارت هایی در جمهوری بوده، فعالیتش خوبتر به نظر میرسه. فعالیت همشون در سطح نسبی قرار داره، یعنی که یگانش گفتن نمیتونیم که از حد زیاد خوب کار میکنند و دیگرش گفتن نمیتونیم که در سطح پست قرار داره.